گاد چطور بچه ها؟ حالتون چطور؟ بچه ها من اومدم امروز بهتون لوک های بازی های رایز رو بگم و دیدم یوتیوب اصلا ایرانی نداریم واسه بازی های رایز ایرانی نداره که ویدیو بذاره. خب امروز اومدیم لوک ها رو بهتون بگیم و بچه ها اگه خواستید بیایید کازینوی من، اسمم هم اینجا زده این بالا و هر آیتمی هم خواستید میفروشم. خب بچه ها بریم که لوک ها رو بهتون بگیم. خب بچه ها این لوک هاست، لوک اول، لوک دوم که خوکه و لوک سوم که مربوط به لوک اوله و لوک چهارم که مربوط به لوک اول باز و این لوک هم مربوط به لوک نمیدونم چندمه. این لوک به لوک اساسین، این لوک اساسین هست و این لوک هم لوک حیواناته و این لوک گلیچ داره و یه ویدیو میذارم توی کپشن واسه گلیچش و این لوک واسه ملوان، کلاه ملوان و اینم واسه لباس نمیدونم چی، ظرفشویی اینا. اینم واسه رستورانه و اینم اساسین مدل مردونش، زنونش، مردونش رو میفروشم. این کفشم واسه شخصیت های دختره. و دوستان یه چیزی، اگه لباس اساسین و مردونه میخواید و چیزهای دیگهش من میفروشم. لباس اساسین لوکشو جدا هست، یعنی با 5 گلد براتون لوک کاملشو میدم، لوک کل ستشو مردونش. خب دوستان یه آموزشم قرار بذارم که چجوری گلد گیرتون بیاد، خیلی خوبه. اینم لوک هیولای و این لوک ست نداشت و لوک خرگوش. خدافظ.